در دادگاه خوجند تشخیص زبانشناسی یک نمایش تلویزیونی تنین که در آن به ادعای یک زن دعواگر شأن و شرف او پس زده شده است بعد 3 ماه انجام گرفته، ولی به جای خاموش کردن بحث به آتش آن روغن ریخته است. گلناره امینова ساکن شهر خوجند از تلویزیون محلی غیر دولتی تنین که به شوهر سابق او منبر داده او با الفاظ بد شأن و شرف زن سابقش را زیر پا کرد، با راه دادگاهی 800,000 سامانی پاداشی ضرری معنوی طلب دارد. ولی تلویزیون تنین و وکیل دفاعش برانند که مسئولان این تلویزیون وظیفه کسبی خود را اجرا کردند و جوابگر باید کسی باشد که در حق خانم امینova در آن نمایش حرفی بد زده است. همچنین به ادعای آنها در نمایش از خانم امینova یگان بار نام برده نشده به خود نسبت دادن سخنهای شوهر سابقش از سوی او درست نیست. در همین حال یک منبع نزدیک به بررسی این قضیه در دادگاه خوجند به رادیوی آزادی گفت که اخیراً نتیجه تشخیص در اختیار دادگاه گذاشته شد. طبق آن در نمایش عائله تلویزیون تنین نام و نسب زن دعواگر گلناره امینova گفته نشده، متناسباً در آن نمایش پس زدن شأن و شرف او نیز وجود ندارد. ولی در قسمت دیگری خلاصه تشخیص زبانشناسی گفتند که شوهر سابق خانم امینova را همسایه و هم محله ها و خویش و تبار میشناسند و میدانند که همسر اولی او خانم امینova بود. بدین ترتیب ممکن است شأن و شرف خانم امینova به طور غیر مستقیم در نمایش تلویزیونی تنین پس زده شده باشد. گلناره امینova روز 30 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت او و وکیل دفاعش به این خلاصه تشخیص راضی نیستند و از دادگاه تشخیص تکراری را طلب دارند. دادگاه خوجند این نوبت تشخیص پره نمایش تلویزیون تنین را از دانشکده زبانهای شهر دوشنبه درخواست کرده است. محبت جورای و وکیل دفاع مسئولان تلویزیون تنین میگوید آنها تلاش دارند با جانب دعواگر سازش ببندند. با طریق چاپی همین سازش آشتی رو در 3 نسخه ترتیب دادیم. تو همین به همه حالاتاش دیده برو خراجات های خودت همینجور مون در حالت خراجات موندن سپس به ما برگردان دادی و ما اگر راضی باشیم بعد مهر رو امضامون مونده تو یک نسخه برمیگردونیم، یک نسخه به سود میسپاریم گفتیم و عین حال حالی او به ما برنگردانده است. به گفته خانم جورایوا در سازشنامه گفتند که تلویزیون تنین به خانم امینova وقت و امکان میدهد تا که نظر خود را بیان کند. همچنین حاضرند خراجات او را در رابطه به این بحث پرره پرداخت کنند. ولی خانم امینova این را قبول نکرده است. او میگوید اشتراک در نمایش را قبول ندارد و در نمایش نو مسئولان تلویزیون باید بخشش پرسند و حق و حقوق پایمال شدهش را برقرار کنند.